این فال برای همه اون خانوما یا آقایونیه که رقیب توی چارچوب زندگی یا رابطه شونه. میخوای بدونی که الان بین رقیب و پارتنرت داره چی میگذره؟ پس این فال رو تا آخر ببین که این فال مال توه. بریم سراغ این فال عزیزان. من به نظرم یه تاروتم بهش اضافه کنم. سلام به همه شما، آرزو ترات هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. بریم برای دیدن این فال، ولی قبل از اینکه بخوایم بریم فال رو شروع کنیم خیلی ممنون میشم اگر این پست رو لایکش کنید. او خب این کارت خودش پرید بیرون. میخوایم ببینیم که همین الان بین رقیب و پارتنرت داره چه چیزهایی میگذره. دلم نیومد تاروت نیارم. خب این کارت ها رو من بچینم. وقتی که چیدم بریم برای تفسیرشون. رو من اینجا میذارم. خب نیت کردی؟ این پست رو لایک کن. توی کامنت ها برای من بنویس من آماده دریافت انرژی خوانی هستم. خب توی رابطه رقیب و پارتنرتون یه سری چیزا داره به هم میریزه. قبل از اینکه بگم چه چیزهایی، میخوام اول بهتون بگم ببینید اگر شما از اون دسته از آدمایی هستی که احساس میکنی الان اینا با همدیگه خیلی خوشن، دارن لاو میتره کنن، اتفاقات خیلی عالی بینشون داره رقم میخوره، میتونم بهت بگم که سخت در اشتباهی. اون ظاهر قضیه است، تو باطن زندگی یا رابطه اونا رو نمیبینی. تو فقط داری یک نمایشه مثل فیلم سینمایی که جلوی تو بازی میکنن رو میبینی، حالا چه توی استوریاشون، چه تو پستاشون، چه توی حالا جلوی چشمت. خب ولی ظاهر زندگیشونه، ظاهر رابطهشونه. باطن رابطه این اشخاص از اینی که داری میبینی دقیقاً مخالفشه. ببین چیزی که وجود داره، پارتنر تو یک شخصیتیه که دلش میخواد کسی که پارتنرش میشه، کسی که خب این میاد براش خرجی میکنه، محبتی بهش میکنه، کنارش میمونه، بیاد قدردانی کنه ازش، یه جورایی قدرش رو بدونه یا بخواد جبران کنه یا بخواد. بعضی از حالا پارتنراتون اینجوریان که میگن خب دنگ خودش رو بذاره، خب توی هر چیزی از زندگی، توی هر خرجی که هست دنگ خودش رو بذاره. ولی انگار رقیبتون اهل دنگ گذاشتن که نیست، اهل قدردانی و جبران هم که نیست، اما یک چهره فریبنده ماسکداری داره که ماسک رو صورتشه و این ماسک نمیذاره که این چهره واقعیش بخواد رو بشه. یک شخص دو رو، یک شخص دو چهره، یه آدمی که واقعا من میتونم بهت بگم که این شخص مثلا میخواد کلا سر پارتنرت بذاره، مثلا میخواد گولش بزنه. خب ببین این رقیب تو یک دونویس خیلی قدر قدرت کنار خودش داره. اگر تو داری میبینی که هر چقدر تلاش میکنی، هر کاری میکنی به هیچ جا نمیرسه، چون این شخص یک طلسم قوی برای پارتنر گرفته. ببین چیزی که من دارم اینجا میبینم، انگار هی پارتنرت میخواد ولش کنه بره، هی نمیشه، هی میخواد مثلا بیخیال این آدم بشه، میخواد از شرش خلاص بشه، نمیشه. چرا این کارو میخواد کنه؟ رقیبت خیلی زیاد است، حد داره خرج میتراشه. ببین غذا خیلی میخوره، پرخوره، تجملاتی زندگی میکنه، آدمیه که واقعا دوست داره بهترین چیزا از هر چیزی دستش باشه. خونه که میخواد، ماشین که میخواد، گوشی آیفون که میخواد، هر چیزی که میخواد، توجه کامل پارتنر تو هم که میخواد. میگه پیش اون نرو، با اون نمون، با اون کات کن، طلاقشو بده یا هر چیز دیگه. پارتنر تو دودل شده. چرا دودل شده؟ اگر این دو طلسمه روی رابطه این دو نفر نبود، پارتنر تو یک ثانیه هم با این خانم یا آقا زندگی نمیکرد، با این آدم تو رابطه نمیموند. ولی چون طلسم شده، بند شده، زنجیر شده، مجبور انگار که هر حرفی میگه گوش بده، مجبور هی بره هی بیاد، مجبور یه کاری کنه که واقعا یه جورایی
این باهاش بمونه. میدونی چی میگم؟ به هیچ جا که دستش نرسیده ولی از راه طلسم و دعا خیلی عالی تونسته جواب بگیره، خیلی عالی تونسته این شخص رو به خودش جذب کنه. این مورد وجود داره و انگار که حالا بخوای این کار رو انجام بدی میتونی باطل کنی اون طلسم رو. ولی خب چیزی که داره دیده میشه این هستش که یه جورایی این شخص تونسته فکر و ذکر پارتنر رو درگیر یک راه حل برای نجات و فرار خودش کنه. یعنی هر آن ممکنه که این پارتنر بخواد خلاص شد دست این رقیب، ولی هی یک سر راهی پیدا نمیکنه. این بود از اتفاقات ما بین رقیب و پارتنرتون. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. فال امشب رو از دست ندید.